اطراف ما هزاران فرهنگ و رسم و رسوم وجود داره که متاسفانه خیلی هاشون طی هزاران سال از بین رفتن یا فراموش شدن. مثلا همین تمدن مصر باستان رو در نظر بگیرید که میشه گفت بخش زیادیش گم و گور شده، ولی خب خدا رو شکر که تاریخدانها و باستانشناسا بیکار ننشستن. اینا شواهد باور نکردنی و عادتهای عجیب و غریب مصریهای قدیم رو پیدا کردن. عادتهایی که اگه الان ببینیم احتمالاً چشامون از تعجب گرد میشه. میگی نه؟ پس تا آخر این ویدیو با من باش. بعد تو کامنت ها بهم بگو کدومشون از همه برگریزون تره. پس توی این ویدیو از دانستنی لند میریم به دنیای عجیب و غریب مصریان باستان. اما قبلش بگو ببینم آماده‌ای که چیزهایی رو ببینی و بشنوی که باورت نشه؟ پس بزن بریم سراغ این رسم‌های باستانی که هم جالبن هم یه کمی چطور بگم چندشاورن. جمجمه‌های کشیده. خب چه کسی میتونه نوزاد تازه متولدش رو به خاطر مد و زیبایی و فشن آزار بده؟ آره، مصریان قدیم اونا یه عادت خیلی عجیب داشتن که سر بچه‌های تازه متولدشون رو شکل میدادن. آره درست شنیدید، مصریا با پارچه و چیزهای دیگه جمجمه‌های نوزادها رو طوری میبستن که به سمت بالا رشد کنه و بعد کشیده بشه. آخه واقعا این چه کاریه؟ در اصل این جمجمه‌های دراز واسه شون نشونه زیبایی و مقام بالا و ثروت بوده. فکرش رو بکنید، اینقدر واسه متمایز شدن از مردم عادی تلاش میکردن که حتی حاضر بودن شکل سر بچه هاشون رو عوض کنن. جالبه بدونید که وقتی باستانشناسا در ابتدا این جمجمه ها رو پیدا کردن فکر کردن مال آدم فضایی هاست. آخه خیلی غیر طبیعی به نظر می رسید، ولی بعداً فهمیدن که نه بابا، اینا همون آدمای معمولی بودن که از بچگی به خاطر خودنمایی در مقام و قدرتشون سرشون رو این شکلی کرده بودن. الان که بهش فکر میکنم خیلی عجیب و حتی ترسناک به نظر میاد، نه؟ پیشگیری از بارداری با مدفوع تمساح. خب اگه الان بخوای یه شب رویایی کاملا رمانتیک با پارتنرت داشته باشی و البته از عواقب 9 ماه بعدش نترسی، خیلی راحت میتونی بری داروخونه و قرص ضد بارداری بگیری، یا حتی از اون راحت تر با یه اپلیکیشن به صورت آنلاین سفارش بدی و درجا برات بیارن خونه. ولی فکرش رو بکن، خیلی قبلها زنهای مصر باستان واسه جلوگیری از بارداری چی میکشیدن، یا بهتره بگم چی میمالیدن؟ خب شاید باورت نشه اگه بدونی اونا برای این کار از مدفوع تمساح استفاده میکردن. آره جون خودم، مدفوع تمساح رو با عسل قاطی میکردن و بعد میمالیدن رو اندام خصوصیشون. مطمئنم الان خندت گرفته، ولی این کار واقعا جواب میداده. ولی خدایی وقتی فکرش رو میکنیم حالمون بد میشه. نه خب اون زمان چاره دیگه ای نداشتن. علم پزشکی هم مثل الان پیشرفته نبوده، مجبور بودن از هر چیز طبیعی که فکر میکردن موثره استفاده کنن و این کار جواب هم میداده. فکر کن به جای اینکه بری داروخونه مجبور بودی بری شکار تمساح. با وجود این شرایط طبیعیش اینه که آدم بیخیال بشه، چون اصلا اگه تمساح هم پیدا کردی اون ماده مدفوع بوی تعفن میده. چجوری اصلا تحمل بکنن اینا رو؟ دستشویی در قبرستان. اگه یه چیز خیلی عجیب درباره مصری‌های قدیم باشه که اصلا باورت نشه همینه. اونا تو مقبره هاشون دستشویی میساختن. آره درست شنیدی، دستشویی توی قبر. الان میگی خب چیه؟ همه خونه ها دستشویی دارن. آره منم قبول دارم، ولی این دستشویی تنها واسه استفاده مرده ها بوده، نه زنده ها. مصری ها یه اعتقاد باحال داشتن، فکر میکردن آدما بعد از مرگ هم به زندگیشون ادامه میدن، منتها توی یه دنیای دیگه. برعکس ما که فکر میکنیم روح از بدن جدا میشه. اینا همچین تفکیکی قائل نبودن و میگفتن فرد متوفا همین جوری میره دنیای دیگه. واسه ادامه زندگی فکر میکردن مرده ها هم مثل زنده ها به دستشویی نیاز دارن. واسه همین وقتی یکی رو دفن میکردن علاوه بر کل وسایلش دستشویی هم واسش میساختن تا اون دنیا دیگه کارش راحت باشه. تقریبا کل جهازش رو براش میفرستادن. حالا تصور کن یارو مرده ولی هنوز نگران اینه که دستشویی کجاست. عجب دنیایی داشتن اینا آخر. نان کپک زده برای درمان زخم.
از دیگر رسومات عجیب و غریب مصری‌های باستان میشه به یک موضوع کاملا غیر بهداشتی و حتی چندشاور اشاره کرد. میدون اونا چیکار میکردن؟ میومدن نون کپک زده رو میذاشتن روی زخماشون. اولش که میشنوی میگی اونا دیوونه بودن، اما شاید باورت نشه، ولی این کار عجیب و غریب واقعا جواب میداد. یعنی واقعا زخماشون رو خوب میکرد. فکر کن مثلا اگه دهنت زخم میشد باید نون کپکی میخوردی. حالا یه فکت خیلی باحال در این رابطه بهت بگم. میدونستی که یکی از مهمترین داروهای تاریخ بشر یعنی پنیسیلین تقریبا همینطوری کشف شد؟ آره، از یه جور قارچ کپک درستش کردن که میتونست کلی باکتری و عفونت رو از بین ببره. پس مصریان باستان کارشون درست بوده، فقط روش استفادهشون یه کمی. حالا دیگه با اعتماد میشه گفت مصری‌ها هزاران سال از بقیه دنیا جلوتر بودن تو علم پزشکی. البته خودشون هم نمیدونستن چرا این کار جواب میده، ولی خب نتیجه میگرفتن دیگه. دمشون هم گرم، چون اون زمان همین کار عجیب و غریب جون خیلی ها رو نجات داده بود. ریش مصنوعی برای فرعون زن. قطعا خیلیاتون عکس این مجسمه معروف یا حتی اسمش رو شنیدید. جالبه بدونید این مجسمه متعلق به یک فرعون زن بوده به اسم هاتشپسوت. حالا این خانم چیکار میکرده؟ یه ریش مصنوعی میذاشته، اونم نه کوتاه، بلند و پرپشت. الان میگید چرا آخه؟ خب ظاهرا این خانم این کار رو میکرده که شبیه فرعونهای مرد به نظر بیاد. البته بعضی مورخان میگن نه بابا، این ربطی به جنسیت نداشته، فقط یه نماد قدرت بوده، چون توی مصر قدیم برابری جنسیتی بین زن و مرد خیلی اهمیت داشته. حالا جالب اینجاست که تاریخدانها هنوز سر این قضیه با هم دعوا دارن. یه عده میگن هاتشپسوت مجبور بود این کار رو بکنه چون مردم قبولش نداشتن. یه عده دیگه میگن نه بابا، همه دوستش داشتن و این ریش فقط یه رسم بود. فکرش رو بکن، یه زن قدرتمند کل مصر رو اداره میکرد، مجبور بوده یه ریش الکی بچسبونه به صورتش. به خدا دوران عجیب و غریبی بوده. خلاصه که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چی به چی بوده، ولی خب فکر کنم بشه گفت هاتشپسوت اولین کسی بوده که از ریش مصنوعی استفاده کرده و دلیلش مهم نیست. خالکوبی در مصر باستان. با یک نگاه اجمالی به اطرافتون و یه سرچ کلی تو شبکه‌های مجازی میتونید 1000 تا سالن تتو و طرح تتو پیدا کنید. پس حق دارید فکر کنید خالکوبی یه چیز جدیده، ولی بذارید یه حقیقت رو براتون بگم. مصری‌های قدیم از خیلی وقت پیش تو کار تتو بودن. آره جون تو. حتی قبل از اینکه برق اختراع بشه این رفقا داشتن روی بدنشون نقاشی میکردن. تازه چند وقت پیش باستانشناس‌ها یه سری مومیایی پیدا کردن که کلی تتو داشت، یه چیزی تو مایه‌های امیر تتلو خودمون. حالا فکر نکنی مثل الان همه میتونستن برن تتو کنن. نه، این کار فقط مخصوص آدم‌های خاص بود. مثلا رو بدن زنها، مخصوصا روی سینه، شکم و رونهاشون طرح‌های نقطه‌ای و مارپیچ می‌زدن. جالبه بدونید که این تتوها فقط واسه خوشگلی نبوده. تاریخدان‌ها میگن این احتمالاً برای محافظت و برکت توی دوران بارداری هم استفاده می‌شده. انگار می‌خواستن از خدایان توی این مسیر کمک بگیرن. تازه خود فرایند تتو کردن هم یه جور مراسم مذهبی بوده. از ساختن سوزن‌های مخصوص گرفته تا استفاده از دوده زغال برای رنگ. همه چی با آداب خاص استفاده می شده. فکر کن اون موقع که نه بی‌حسی بوده نه وسایل استریل، چقدر باید شجاع می بودی که بری تتو کنی، اون هم همه جای بدنت. پس دیگه نیا یه جوجه روی بدنت تتو کنی و بگی من سلطان تحمل دردم، بلکه این مصری ها بودن که واقعا سلطان تحمل درد بودن. بابونهای پلیس. میدونستید مصری های قدیم علاوه بر گربه ها عاشق میمون ها هم بودن؟ ولی نه هر میمونی، اونا فقط بابون ها رو خیلی دوست داشتن. پس بذار یه چیزی بهت بگم خودت بریزی برگات بمونه. اونا بابون ها رو تربیت میکردن که مثل یک پلیس کار کنه. آره جون تو، انگار فیلم پلیسیه، ولی واقعیت داره. توی یه سری نقاشی های قدیمی که مال حدود 4500 سال پیشه، بابون ها رو نشون میده که دارن دوستا رو میگیرن. چجوری؟ با گاز گرفتن پاهاشون. فکر کن به جای دستبند زدن بابون میندازدن به جونت. خدایی این دیگه خیلی عجیبه. ظاهرا این بابون ها رو با قلاده نگه میداشتن و وقتی لازم میشد ولشون میکردن تا برن سراغ مجرم ها.
یه جورایی مثل سگ‌های پلیسه الانه، ولی خیلی بامزه تر و البته خطرناکتر. تازه این رفقای پشمالو فقط پلیس نبودن، بهشون یاد میدادن میوه بچینن و حتی برقصن. انگار یه جورایی مثل سگ‌های امروزی باهاشون رفتار میکردن و واسهشون خیلی عزیز بودن. حالا فکر کن یه لحظه داری توی خیابون راه میری، یهو یه بابون با لباس پلیس میاد سمتت و ازت کارت شناسایی میخواد. عجب دنیای باحالی داشتن این مصری‌ها. حمام شیر ترش. میدونی منشأ این همه کرم و لوسیون‌های مراقبت پوست که الان همه جا میبینی از کجا شروع شده؟ باورت نمیشه، ولی ریشش برمیگرده به مصر باستان، اونم با یه روش خیلی عجیب و غریب. پس آقایون میتونن بابت خالی شدن جیب‌هاشون یقه مصری‌ها رو بگیرن. در اصل توی مصر باستان آدمای پولدار و با کلاس میرفتن توی وان شیر ترش حموم میکردن. آره درست شنیدید، شیر ترش. حالا فکر نکنی شیر گاو بوده ها، نه بابا، اینها از شیر الاغ استفاده میکردن. چرا؟ چون الاغ کمتر شیر میده، پس طبیعتاً شیرش هم گرونتره. یعنی طرف اگه خیلی پولدار بوده میتونسته همچین حمومی بگیره. کلوپاترا که یکی از معروفترین و زیباترین افراد مصر بوده، هر روز توی شیر ترش حموم میکرده. واسه همین چیزی حدود 7000 تا الاغ داشته، فقط واسه این که وان حمومش رو پر کنن. خب چی بگم دیگه، جالبه بدونید که این کار هم مثل بقیه رسوماتشون الکی نبوده. امروزه میدونیم که شیر ترش اسید لاکتیک داره که از قضا واسه پوست خیلی خوبه و کمک میکنه لایه‌های مرده پوست کنده بشن و پوست جدید و شاداب بیاد روش. حالا از فردا نرید الاغ بخریدا، لوسیونش هم هست، همون کار رو هم انجام میده، نیاز نیست راه خیلی دور برید. پرستش حیوانات. شنیدی میگن مصری‌های قدیم گربه رو میپرستیدن؟ خب راستش رو بخواید این حرف یه کمی درسته. اصلا قضیه پیچیده تر از این حرف هست. ببین مصری‌ها فقط عاشق گربه ها نبودن، اونها با کلی حیوان دیگه هم رفیق بودن. یعنی انگار یه باغ وحش رو تبدیل کرده بودن به معبد. مثلا سگ‌ها، شغال‌ها، سوسک‌های گوزنی، همون که توی فیلم مومیایی دیدی. حتی تمساح‌ها رو هم مقدس میدونن. فکر کن الان ما از دیدن مارمولک توی خونمون میترسیم، اون وقت اینا تمساح رو میپرستیدن. جالبه بدونی که هر حیوانی یه خدا رو نمایندگی میکرد. مثلا گربه ها نماد الهه باستد بودن که مسئول باروری و خونه و خونواده بود. انگار گربه ها از همون موقع هم میدونستن چجوری خودشون رو عزیز کنن. حالا فکر نکنی این همه حیوان ها هم یه اندازه محبوب بودن. مثلا بعضیاشون مثل ستاره های هالیوود همه جا عکسشون بود. بعضی ها هم خب یکم کمتر تو چشم بودن. تصور کن یه روز از خواب پاشی ببینی همسایت داره واسه سوسک خونش غذای مخصوص درست میکنه. خنده داره نه؟ ولی خب مصری‌ها این چیزا عادیه براشون. خلاصه این مصری‌ها یه جورایی اولین طرفدارهای حقوق حیوانات بودن، منتها به روش خودشون. خیلی خوب، مرسی که تو این ویدیو هم همراه من در دانستنی لند بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. متشکر از شما.